میگم عزیزم جدیدن سرت خیلی خلوت شده، زود به زود به ما سر میزنی. آره زود به زود دلم براتون تنگ میشه. کار خوبی میکنی، اتفاقا اونم اکثر روزا تنهاست. مگه کجایی تو؟ من دیگه تا میرسم خونه خب شب میشه دیگه. خب از این به بعد شبا میام. هر جور خودتون میدونید، شما با هم رفیقی تمامی میکنید. حالا اینا رو ولش کن. به نظرت من خوشگل ترم یا دنیز؟ خب علی رضا یه دقیقه میای؟ چیزی شده؟ فکر کردی من خرم نمیفهمم داره باید لاس میزنه؟ اشتباه میکنی. اشتباه میکنم؟ جلو چشمم داره میخورتت. من نمیدونم راجبم چی فکر میکنی، ولی من نسبت به تعهد دارم و این یعنی وقتی من تو رو دوست دارم دیگه مهم نیست کی منو دوست داره، چون چشم من جز تو کسی رو نمیبینه. من این چیزا سرم نمیشه. از قدیم میگم ملت صفر چسب همسایه رو دوست نکن. این از این به بعد اینجا نمیاد.